کننده ایم دهه چشمسور سابق دهه سبلوق. اون روز دهشتی که به سری مردم این دهه آمده بود، یعنی 26 دکبر سال 1992 بود. بگویی وقتی که یک گروه در اینجا مهمون شدن، این مردم باید همچون مهمون نواز اونها رو پیشواز گرفتن، در مکتب رقم 34 اونجا در خیلی مناوب دادن، دیگه ایستادن و سحری بر وقتی که در خانه بودیم صدای تیر شد. بر آمدیم وقتی که دست رو میشتم، پدرم ای پسم اومد گفت که نگاه کن. وقتی که به راه نگاه کردیم خیلی یک ماشین آمده ایستاد، همین دسته مسلح بر آمدن همین بقه راه رو بالا شدن و ما گشته آمدیم. در همین وقت خونه همسایه در گرفت، خونه نه اوغلی همسایه در گرفت و رحمتی پدر گفت که بیایی میریم یک جای علاوه میکشیم. قطعی برادرم، من خودم، برادرم، پدرم اومدیم در همین پیش خونه آمدن که تیر اومد، تیری حیده اومد، یک طرف ایستادیم. بعد گشته آمدیم همون بالای چیردک بر آمده علاوه سوخته رو خاموش کرده ایستاده بودیم که در همین وقت یک دسته آمد فریاد کردن، همه مونا راست موندن. ما فکر میکنیم که همونجا هم توجیکا بودن، دو بچه توجیک بود، ما را هم خیلی وای کردن و گرفته به درون اوغل در آوردن. درون اوغل در آمدیم، دری ما را محکم کردن، رفتن ای پس کار خچون شدن. وقتی که خیلی چقدر وقت گذشت ما اعتراض دیدیم که بعضی همین خیلی یک دسته بود که بیشتر ازبک‌ها بودن. وقتی که هم مردم سه کس بر آمدن همه را پروندن، موش سفیدی که یک قسمه بود او را هم پروندن. بعد چند قدر خیلی بر آمدیم وقتی اوغل با ایسر نو در گرفت دیگه درود هم خیلی دود لغت کرد. ما همین وقت رئیس سویت قشلاق قتیما بود، ایبادو لایق میگفتن که حاضر مکتب بنام شما میگن. در همین وقت خیست بود که همه را میکشن ما میرون بود چیزی که بگن همین ما میتیم همین مردم ها میکشن که ما قبضیم شد بودیم که میرویش ما را میکشن که گفت دیدارو با که اومد خیلی بعد چند قیقی همین خیلی در گریف و ما برآمدیم با اینمی خونه اینمی همسایه بودن دروازه بود. ما همجا رفتیم با یک تخونه در آمدیم. بعد لحظه ای که بچه‌های خون پیدا شدن در دستشون لطه و بستگی خیلی برآمدیم گفتن که بیایی فیروق کریسیان و برآمدیم دیدیم راست گپ خونه رفتیم که خیلی جمله پدری ما را پرانده بیان همجا. بعد چند لحظه گفتن که همه را جمع کنیم. ما در اینجا 7-8 نفر بودیم، همه یا شهیدای کشیده بودن، همه کشیده نمی نزدیم مسجد آوردیم، در همینجا همه قطار خوب کردیم. خیلی جدا کودکان بودن، زنها هم بودن، زنها هم جدا موندن. خیلی بعد دورستاشون بردن لیکن همینجا دا موندیم. بعد از 3 روز پس همین مردم بعد جنازه کردیم. خیلی دیگه جاها محله آمدن وای کردن همینجا دا ما گرفتیم و بردیم به نوبت همش همین سهم به جنازه کردن برده در گورستان همش خیلی گورستان کردن. بعدی 3 روز یا همچون رایشید خیلی بعد قریب که 57 اویله را همچون سرداری اویله را وای کردن کشتن. خیلی جدا بچه‌های روشان بودن، زنها هم بودن. همین میدان مکو دسته ای که بود در اینجا بیشتر ازبک‌ها بودن که همین کار کتی مشغول بودن. ما وقتی که هم صحبت شدن چی شدن خیلی بیا که یکون دسته دیگه آمد در اینجا خطیشی چی کارشی دیگه ما ایش خیلی بچهش ندیدیم. سبب اصلی همین بود. بعد یه ایسا مثلا همین خیلی با یاردم دولت و یاردم یعنی مهیه و در اینجا قریب یک 10-12 خونه سوختگی و لنگار شدگی بود. خیلی با ایسا نو آمدن خونه رو همه شاید حکومت رسانه خونه همه برقرار شد. خیلی با ایسا بعد 2 ماهی همین چیز با مکتب برقرار کردن. هر هفته از شروع اولی آمدن سفرعلی رجب محروم مردم تقوی بود وقتش در همچون رئیسی نویه آمدن با مردم صحبت کردن.